چه برنامه هوازی طراحی کردم من. به 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 به، یعنی خوراک فوتبالیستاست این برنامه. اینتروال و تداومی. ببینش تو رو خدا همینجوری داره بی برنامه میگه. داداش یه لحظه صبر کن. فوتبالیستی؟ بله مثلا. لباس میلان پوشیدی مشخصه. هوازی انجام میدی آره؟ بله. طبق چه برنامه‌ای کار میکنی؟ دقیقاً اینطوری تعیین شده که انقدر میدونم تا دیگه نفسی در نیاد. جان در نیاد. همین کارا رو میکنی که 10 دقیقه تو زمین نفست میگیره دیگه. ببین اتفاقا الان داشتم یه برنامه هوازی فوق العاده برای فوتبالیستا طراحی میکردم. الان بهت میگم. به به. ولی قبلش یه نکته، تو که فوتبالیستی نهایتا هفته 3 جلسه، حالا چون مبتدی هستی برات کافیه این هوازی. اوکی. نکته دوم، در کنار برنامه هوازی باید تغذیه خوبی هم داشته باشی. پس نیاز به یک برنامه تغذیه خیلی خوبم داری. حله؟ بزن قدش بریم سراغ برنامه هوازی. بیا بریم. ببین اول اینکه برنامه هوازی شما به دو صورته، اینتروال و تداومی. اگر فوتبالیست مبتدی هستی 50% سرعت طبق برنامه‌ای که میخوام بهت بگم کار میکنی و اگر فوتبالیست حرفه‌ای هستی با 70% توان سرعتت میدوی. اوکی. حالا تمریناتت به چه صورت میشه؟ قشنگ یک روز در میان میشه تمرینات هوازی تو. بر فرض مثال امروز که شنبه است میشه جلسه اولت. آفرین. جلسه اول. اوکی. این میشه جلسه اول ما. به چه صورت میدوی؟ شروعش با 4 دقیقه هست. حالا بعدن آخر ویدیو بهت میگم چرا شروعش با 4 دقیقه بود. 4 دقیقه 50% سرعت. شما که مبتدی هستی میدوی. 4 دقیقه رو که دویدی، حالا 2 دقیقه استراحت فعال میکنی. استراحت فعال یعنی راه میری، به هیچ وجه وای نمیسی. اوکی. دوباره میای. بعد از 2 دقیقه استراحت فعال 4 دقیقه میدوی. 2 دقیقه استراحت، دوباره 4 دقیقه دوندگی 50% سرعت تو داری. حالا اگر بعدن حرفه‌ای شدی ان شاءالله 70% میری. اوکی. این شد جلسه اول ما. جلسه دوم به چه صورت میشه؟ حالا من اینجا اینو میذارم که تایم ویدیو هم زیاد نشه. جلسه دوم به چه صورت میشه؟ میایم 1 دقیقه اضافه میکنیم، همچنان به صورت اینتروال. 5 دقیقه میدویم، میایم 2 دقیقه استراحت فعال، دوباره که پیاده روی داریم، دوباره 5 دقیقه دویدن، دوباره 2 دقیقه استراحت فعال، دوباره 5 دقیقه هم دویدن، استراحت فعال. حالا این شد جلسه دومت که بعد از 1 روز استراحت بوده. یعنی اگر این شنبه بوده اینو شما دوشنبه میری. اوکی. میریم سراغ جلسه سوم شما. به چه صورت میشه؟ 6 دقیقه میدوی، 2 دقیقه استراحت فعال، 6 دقیقه میدوی، 2 دقیقه استراحت فعال، دوباره 6 دقیقه میدی. این میشه جلسه سوم شما. اوکی. اینم از این. میرسیم به جلسه چهارم شما. جلسه چهارم به چه صورت میشه؟ حالا میایم 3 تا همچنان اینتروال ادامه میدیم. 7 دقیقه میدوی، 2 دقیقه استراحت، 7 دقیقه میدوی، 2 دقیقه استراحت و بعدش دوباره 7 دقیقه میدوی. تمرینات که تمام شد حتما توجه داشته باش کامل سرد کنی. این شد بر فرض مثال جلسه اول شنبه، جلسه دوم دوشنبه، جلسه سوم چهارشنبه، جمعه رو حالا مثلا استراحت میکنید، جلسه بعدی هم مجددا شنبه هفته بعدی انجام میدی که میشه 4. ما الان 4 جلسه تمرینات اینتروال داشتیم. حالا میرسیم به جلسه پنجم شما که به صورت تداومی میشه. یعنی جلسه پنجم که اینجا داریم تداومی است. ما اول شروعمون با 4 دقیقه بود، بعد 5 دقیقه، بعد 6 دقیقه، بعد 7 دقیقه. ولی اینجا اگر فکر میکنید که قرار 3 تا 8 دقیقه بوده، این سخت تر اشتباهی. چرا؟ چون که اگر ما 3 تا 8 دقیقه رو جمع بزنیم با هم دیگه، 3 تا 8 دقیقه میشه چقدر؟ آفرین 24 تا. 24 دقیقه رو شما میای به صورت تداومی میدوی. حالا یعنی بدون اینکه صبر کنی، بدون اینکه وایسی، بدون اینکه استراحت کنی، 24 دقیقه تداومی دویدی. به همین زیبایی و باحالی. این شد 5 جلسه تمرین هوازی خیلی خوب شما که جمعاً توی این 5 جلسه شما خیلی راحت میتونید 24 دقیقه یعنی نصف یک نیمه فوتبال رو در 5 جلسه بدوی. حالا شما نصف یک نیمه فوتبال یعنی 24 دقیقه رو تونستی بدوی. ولی تو دوره اصلیمون یعنی دوره بدنسازی فوتبال نیتروژنمون بعد از ماه اول میتونی 45 دقیقه و بعد از ماه دوم 90 دقیقه رو خیلی راحت تو زمین بدوی بدون اینکه حتی ذره کم بیاری یا اینکه احساس خستگی کنی.
در کنارش هم کارشناس تغذیه تیم ما به شما یک برنامه تخصصی غذایی میده تا بهترین نتیجه رو بگیرید.